سلام دوستای عزیز کافه تاروت، من ملیکا هستم و امروز یک انرژی خوانی داریم در رابطه با اینکه پیام راهنمایان روحی و جهان هستی یونیورس برای شما چه هست. 2 گروه داریم. گروه اول کارت ستاره، گروه دوم کارت خورشید. میتونید اگر نیاز به تمرکز دارید برای انتخاب بذارید روی پاز و میریم با گروه اول شروع میکنیم و برای این موضوع از کارت های هم اوراکل و هم تاروت استفاده میکنیم. من اینجا روی کمی بذارمشون عقب. اگر از شافل کردن خسته میشین، حوصلتون سر میره، میتونید اسکیپش بکنید و بزنید جلو. اول 3 کارت از تاروت میکشیم که ببینیم پیام راهنمایان روحی شما چه هست. یونیورس، جهان هستی، راهنمایان روحی شما چه پیامی برای شما داره. کارت اوراکل استار سید هاست. یک و دو. چریتی خودشون نشون داد. این کارت آرکتایپ هاست، توشون هم فرشته ها هستن یا مثلا اشخاصی مثل حضرت مسیح یا مریم یا کسایی که توی مکاتب معنوی دیگه شناخته شدن، ولی شاید من خیلیشون رو نشناسم. روی همیشه اون توضیح که اون پایین نوشته و اون نماد و نشانه ها تمرکز میکنم. الهه ها توش هستن، خدایان وجود دارن، یونانی و کدوم همراه شما هستن. اومد پیام شما چه هست. پیام شما چه هست. شما در کدام انرژی باید باشین. اوراکل حیوانات، ببینیم که چه ویژگی رو دارن تشویق میکنن شما رو که داشته باشید. 2 اومد و اینم کارت اوراکل فرشته هاست، خودش افتاد. چروبیم. accept look the stars، داریم که به آسمان ها نگاه کن، به ستارگان نگاه کن. accept keys and codes of stellar wisdom. آفرین، داره میگه که بپذیرید، داره میگه که یک سری کدها و کلیدهای حکمتهای ستاره، یعنی اون چیز برتر، اون بود پنجم داره برای شما میاد که شما اون رو دانلود بکنید و از شما میخواد که بپذیریدش. چون خیلی مهمه که شما در انرژی آگاهی و پذیرش باشین، انرژیاتون رو پاکسازی بکنید و توی این مسیر قدم بردارید. حالا بکنم دکو برعکس گرفته بودم. کارت 9 سکه، چون من ریورز نمیخونم. کارت 9 چوب، کارت نوباوه شمشیر یا پیج آف سوردز، مینتاکان، longing for home, belonging, the original light workers. تبریک میگم شما لایت ورکرز یا اصطلاحا رزمنده نور هستین. و مینتاکان هم یکی از ستاره هایی هستش که استارسیت از اونجا میان. ممکنه که مبدأ شما اونجا باشه و این لانگینگ فور هوم داره به اون حسی اشاره میکنه که ما گاهی اوقات احساس میکنیم زمین خونه ما نیست، خیلی همه چیز خشنه، چرا مردم اینجوریان، چرا آدم این شکلیان. انگار احساس میکنیم دلمون برای یه جای تنگ شده که دقیقا نمیدونیم اونجا کجاست. دوست داریم یک جایی باشیم و میدونیم که جای دیگه هست به آرامش برسیم، ولی هر چقدر فکر میکنیم نمیدونیم اونجا کجا میتونه باشه.
این به اون دلتنگی اشاره میکنه. دیپ سلولار هیلینگ، آرکتروس انرژی اینجا هم داره به یک گونه استار سیدی دیگه اشاره میکنه که آکتوریان ها هستن. و داریم که فیزیکال اند ایموشنال هیلینگ برای شما در راه یک التیام، چه فیزیکی جسمی یا چه لحاظ بدن احساسیتون، خصوصا چون الان هم خورشید توی نشان خرچنگی که بدن احساسی ماست، هم مرکوری برگشتی الان که دارم ضبط میکنم. البته این انرژی خانی ها بی زمان هستن، ولی مرکوری الان توی قلب خورشیده که اصلا بهش کاظیمی میگن و این میتونه برای ما خصوصا که این هم اشاره کنم ژوپیتر و ونوس هم به تازگی ترک کردن نشان خرچنگ رو. ژوپیتر 1 سال بود و انگار بدن احساسی ما یا هر آن چیزی که از اجداد ما بخواد باشه اینجا بخواد به روشنی، به نور برسه. یا حتی ستاره هم باز نماد هیلینگ و التیام هست که شما انتخابش کردید این گروه رو، و یا بتونید کارماهای اجدادی رو پاس بکنید، یا زخم‌هایی اگر از همراه اونها با شما اومده بوده به شکل بیماری جسمی توی ژنتیک یا حالا چیزهای روحی، این انگار که بخواد به اون نقطه روشنی و التیام برسه و از انرژی شما بره بیرون. کریشنا، دیووشن، کریشنا خدای هندیه. دیووشن همون ایمان و اعتقاد و این داستان ها میشه و میگه trust your spiritual guidance، داریم که به اون هدایت معنوی که مثلا چون بهت القا میشه شهودت یا اون چیزی که داری دنبال میکنی اعتماد داشته باش، اون چیزی که فکر میکنی درسته. your commitment has been recognized، داریم میگه که اون ایمانی که داری، اون وفاداری که داری به حالا همون دینت و این داستان ها داریم که دیده شد. و you are loved unconditionally، تو مورد عشق ما هستی بدون هیچ قید و شرطی. چریتی باز خوشو نشون داد. prayer and contemplation connect with heaven, ask and you shall receive، داریم که با heaven که همون خب حالا اصطلاحاً رو بهش میگیم ولی به اون دنیای برتر، به اون بود پنجم، داره میگه ارتباط بگیر، درخواست کن، دعا کن و وقتی که بخوای پس دریافت هم خواهی کرد. این ask and you shall receive فکر کنم توی انجیل اومده باشه، یه همچین چیزایی من تو ذهنم هستش و داره به انرژی دعا کردن و یا حتی چریتی از خیریه و این داستان ها میاد. شاید داره میگه که بعدی اگه به دلت افتاد چیزی خیرات کنی خوب باشه. من خیلی ایشون رو دوست دارم. اگه درست بگم ملچیزدک higher learning you have learned from experience more inner study is now required to further progress. حالا اکسنت منو ببخشید اگر درست نیست. higher learning یعنی داره اشاره میکنه که مثلا شما از یه چیزی فارغ التحصیل بشی و داری میری یک مرحله بالاتر، مثلا مثل اینکه ما زمان مدرسه از راهنمایی میرفتیم دبیرستانی و خیلی انگار خفن بود، یونیفرمو عوض میشد، کتابا، درس‌ها جوری که بقیه به ما نگاه میکردن، یا از دانشگاه، از دبیرستان یا بری دانشگاه یا مثلا یهو بخوای دکترا بگیری و داره میگه که تو تونستی یاد بگیری از طریق تجربیات زندگی، چون میگه learn from experience، یعنی از طریق تجربیاتی که سرت قرار گرفته شد تونستی درس هاشو درستی تجربه کنی، درستی درس بگیری و دوباره تو یک لوپ نیفتی. بنابراین حالا برای اینکه بخوای بیشتر بری جلو نیاز هستش به حالا اون پروسه و جلو رفتن و باز درس دیگه که سرت بیاد، چون پیج آف سورس هم به معنی باز درس و یادگیری هست. کارت ها معانی زیادی دارن، متفاوت دارن ولی ترکیبی خونده میشن. ارف ماجیک که داره به جادوی چیزهای زمینی اشاره میکنه. جادو هم منظورش جادوگری نیست، حالا یک سری ریچوال هایی که شما میتونید انجام بدید که همراه با عنصر خاک باشه، مثلا مثل سنگ و کریستال ها آدم داشته باشه ازشون استفاده بکنه، یا مثلا این خانم داره دود اسماج و اینا انجام میده، یا مثلا پاکسازی با نمک، یا پاکسازی با اینکه پا برهنه بخوای روی زمین راه بری تا انرژی ها تخلیه بشه. داری دعوت میشی به استفاده از این ابزار یا وقت گذروندن توی طبیعت به صورت خالص. حالا میخواد شنا توی رودخونه باشه با اینکه عنصر آبه ولی بخشی از طبیعت، خاک، گیاه، جنگل، کوه، نمیدونم نگهداری از گل و گیاه اینا رو، یا حتی اگر که مثلا ریچوال های انجام میدی برای قانون جذب، شاید این چیزایی که خیلی عنصر زمینی داشته باشه کمکت بکنه و از چت جی پی تی میتونید بپرسید، اون بهتون میگه، راهنمایی میکنه که ریچوالی که بر اساس یک عنصر خاص جلو بره چه جوریه. مثلا این نمونه رو میگه که اگه چیزی که میخوای به دست بیاری رو بنویسی روش مثلا یه سنگ یا کریستال مرتبط با اون موضوع بذاری. حالا من خیلی تخصصی بلد نیستم. raindrops take a chance on them، داره به انگار مثلا اون چالش های زندگی اشاره میکنه که موقعی ممکنه هوا ابری باشه ولی داره میگه که
که چند سانتی متر، اجازه بده بباره، اجازه بده ریزش داشته باشه. حتی اینجا مثلا فریا هستن، اون پریا، اون چیزی کوچولو موچولو و همراهن، یا آدم میتونه حالا یه همراهی داشته باشه که در کنار اون لحظات سخت بتونه گذر بکنه. انگار تشویق بکنه که اگر لحظات سختی دارین تنهایی اونو پشت سر نذارین، یا اگر فکر میکنی که دور براتون لحظات سختی داره پیشو بگیرین، حالش رو بگیرین. خصوصا اگر که خودتون یا اون شخص 39 سالش باشه، چون عدد 39 اومده، یا نمیدونم حالا این عدد میتونه به درد بخوره یا نه، یا نزدیک 39، حالا مثلا 37 38 39، چه میدونم تو این بازه، این میتونه نشونه باشه. اینجا بذارم میبینید. آره. خب کارت کو یا گاو، پیشنس داره دعوت میشین شما به صبر، نرترینگ که میشه تغذیه، کسی رو تغذیه کردن، آباندنس برکت، فراوانی، استرنس استقامت، استابیلیتی باز میشه همون ایستادگی، جنراسیتی بخشنده بودن، کانزرویتیو نمیدونم، کانزرویتیو تاتس نمیدونم، ترادیشن سنت ها، deliberate action نمیدونم، حالا به یک جور اقدام داره اشاره میکنید از اونجایی که گاوه و آهسته و محتاط میره جلو، احتمالاً به یک قدم قرص و محکم و محتاطانه اشاره میکنه. شادو ساید، استاپ بورن، لجبازی که فکر کنم اینجا برعکس بود، داره میگه شاید یکم تو قسمت شادو باشین، لجبازی دارین میکنین شاید با کسی یا چیزی یا با خودتون. opinionated فکر کنم اینجوری میشه که فقط نظر خودتون رو مد نظر قرار بگیرین. اینو نمیتونم بخونم. unyielding نمیدونم، wasteful یعنی اسراف کردن، قدر چیزی رو ندونستن. این توی انرژی آپرایتش اومده. elephant و عاشق فیلا هم که میشه feminine authority که میشه همون مثلا قدرت زنانه فارغ از جنسیتی که داریم، چون ما چه خانوم باشیم چه آقا داریم هر دو انرژی رو تو خودمون. سیسترهود خواهرانگی، یا حالا مثلا اون ارتباطی که با کسی که جنسیت زنانه دیگه دارن یا انرژی زنانه مثلا دارن با هم دیگه کمک کنیم به تعادل برسه یا ارتباط بگیریم. نرترینگ، بچه دوباره این کلمه تکرار شده، حالا چه داریم میگه بیشتر به خودت برس، یا اگر کسی هست نزدیکت یا اطرافت سعی کن مثلا به اونم برسی، اونو تغذیهش کنی، خصوصا اگر مادر یا پدر هستین. مموری خاطرات، امپاتی که میشه همون همدل بودن، اینتلیجنس هوشمندی، اورال به چیزهای دهان اشاره میکنه. ترادیشن باز سنت ها، اینجا هم ترادیشن رو داشتیم. سنت ها و تغذیه کردن خیلی قوی ها، شاید داره حتی به این اشاره میکنه اگر چیزهایی رو شما از بچگی تغذیه ذهنتون شده بوده یا از طریق مادر و پدر، چون اونا هم بهشون تغذیه شده بوده، یاد گرفته بودن و درست نیست، شاید لازم باشه که اونا رو از ذهنتون بیرون کنید. فیزیکال پاور به اون قدرت جسمی اشاره میکنه که اینجا هم ایموشنال فیزیکال هیلینگ داریم و اینم داره به قدرت جسمی اشاره میکنه. میتونه به مثلا چیز داشته باشه که اگر که روی بهبود سلامت جسمانی قواتون یا نیرو انرژی دارین وقت صرف میکنین یا ضعیف شده بودین، قدرت بهتون برگرده. و چروبیم هم که گفتم دیگه. پس بنابراین چیزی که اینجا من دارم میبینم، اگر اول بخوایم از تاروت شروع بکنیم، داره میگه که بعضی از شما شاید در مورد مسائل مالی یک مقداری الان نگرانی داشته باشین. چرا میگم نگرانی؟ چون نوه چوب کنار نوه سکه است. نوه سکه اون استقلال مالیه که آدم داره، اون پولی که در آورده یا چیزی که پس انداز کرده بوده، یا اینکه میخواد کاری رو شروع بکنه که بتونه اونقدر درآمد داشته باشه که بگی اوکی من میخوام به فلان سال رسیدم یا بازنشسته شدم دیگه، حالا احوالم خوب باشه. و نوع چوب انگار مثلا آدم احساس میکنه که یه چیز سخته، درست جلو نمیره، درست آدم پول در نمیاره، به سختی میشه پس انداز کرد، یا مثلا چه کاری رو میشه انتخاب کرد که با این اوضاع احوال بشه درست جلو بره. و انگار که راهنما میخوان بگن نگران این موضوع نباشین، با یاد گرفتن یا سرچ کردن میشه پیدا کرد راه حل دیگه. چون یه موقع ما یک تخصصی رو بلدیم یا یه کاری رو همیشه به یک روشی رفته بودیم جلو، ولی یک زمانی نیازه که خودمون رو آپدیت بکنیم با روندی که داره جلو میره. مثلا ببینیم که خب اوکی شاید باید یکم با تکنولوژی خودم رو همراه تر بکنم، یا باید شاید مشورت بگیرم که راهایی که میشه مخاطب رو جذب کرد، یا جای دیگه ای اگر میشه مغازه زد، یا چه میدونم الگوریتم های، حالا من بورس و اینا رو بلد نیستم، اگه اونجوریه مثلا بریم ببینین نموداراش چجوری چیز میشه، کی وقت خریده کی وقت فروشه. تشویق دارید میشید به اینکه در مورد این مسئله پرسجو کنید و فقط به این فکر نکنید که من 1000 ساله این مدلی بودم و پول درآوردم الان یهو به هم ریخته. بله شاید الان خیلی چیزها به هم ریخته شده باشه، ولی
همیشه راهی هست برای اینکه بخوای پیدا بکنی که فلان سرمایه رو چیکار کنی. از الان اگه در پی این باشی که ببینی مثلا دورانداز کارها چیه، یعنی فقط الان رو نبینی، الان جامعه خودتو، حالا مثلا اگر خارج از کشورم هستی، الان اون جامعه یا اون وضعیت سیاسی اقتصادیش رو نبینی، دورترش رو بتونی ببینی. با اینکه الان هم مهمه، استارت زدن خیلی مهمه و اثرگذاره، ولی فقط نمیتونی فقط الان رو ببینی، نمیتونی فقط آینده رو ببینی. یه تعادل این وسطی باید داشته باشی و یک صحبتی باید داشته باشی. حتی بعضی از شما شاید یک چیزی این وسط مهارتی رو باید یاد بگیرید یا اضافه بکنید که بتونه کمک بکنه که شما به نوع سکرتین، چون به هر حال این تو کارتاتون هست. این اگر نگرانی یا سختی یا دشواری اینجا وجود داره، انگار بخواد بگه که این برطرف میشه، چیزی نیست که موندگار باشه. و اگر ایجاد شده، درسی برای شما داره که شما در پی این بخواین با راه‌های دیگه یا آدم‌های دیگه آشنا بشین، کسانی دیگه به زندگیتون دعوت بشن و از اون طریق بتونید برکت بیشتری پیدا بکنید. و اینها هم که طی ترجمه بهتون گفته بودم. ممکنه بعضی اوقات احساس بکنید که زندگی بر وفق مراد نیست، یا دوست دارین جای دیگه باشین، حس و حال بهتری داشته باشین، اما خب شما استارسیدین، لایت ورکر هستین، چون اینجا تکرار شده و میتونید کمک بکنید به افزایش انرژی خرد جمعی یا خودتون یا احوالات مثلا خودتون، خصوصا اگر که حالا خیلی آدم معتقدی هستین یا لحاظ معنوی خیلی اهمیت میدید به اون قوانین معنوی، که حالا کسی رو ناراحت نکنم، کارمایی درست نکنم، دارن اشاره میکنن که ما شما رو داریم میبینیم، تلاشتون رو برای اینکه انسان خوبی باشین، برای اینکه پیشرفت روحیتون رو انجام بدین، چون خصوصا ملچیزدک اینجا حضور داره و دارن شما رو تحسین میکنن یا نمیدونم خانه انرژی خوبی بدن، بگن که تبریک میگم، تونستی بری وارد مرحله بعد بشی، تونستی ارتقا پیدا بکنی و کدهای ستاره‌ای داره بهت داده میشه یا داره دانلود میشه براتون. لازمه که اونها رو مثلا بپذیرین. پذیرشش هم جوریه که یه سری جملات تأکیدی تکرار بکنی. انرژیت خیلی مهمه که الان پاکسازی باشه. یک سری مدیتیشن ها رو انجام بدی قبل از خواب، یعنی همینجوری ول نکنی انرژیت رو به امون خدا و بدونی که توی مسیر درستی هستی. و اینجا دست و دلبازی ها خیرات خیلی هست، چون نرترین که حالا همون تغذیه کردن میشه و خیرات هم اینجا هست، چریتی که به این انرژی اشاره داره. اگر میتونی در حد و توان مالی خود، حتی میتونه اصلا یک خیرات چیز باشه، دانشی باشه، چیزی که بلدی رو، مثلا حالا یه چیزی رو توی سایتت یا پیجت بذاری که بتونه آموزش بگیره و باهاش نمیدونم به دردش بخوره. هر چیزی که در حد توان مالی یا دانشی هست، فکر میکنم اینجا تشویق شدی که این کار رو انجام بدی. و گاو هم که باز داره به برکت اشاره میکنه توی کارت ها بود، داره میگه که این برای شما در راه هست، نگران نباشید. اگر شرایط کم چالش داره یا سخته، مثل قطرات بارونه، یه موقع هوا بارونی میشه ولی بعد پس فرداش ابرا میرن کنار، آفتابی میشه، نور میتابه و هیلینگ فیزیکی و روحی و روانی برای شما در جریان هست. با مادر زمین ارتباط بگیرید و با عناصرش و بدونید که بهبود حال خوب، برکت، فراوانی یا رفتن به مرحله بعدی روحی براتون در راهه. فکر میکنم که روح سطح بالایی هستین یا داریم اون سطح های بالا میرسین. خیلی انرژی های خفنی من اینجا دیدم. و دوستان عزیزم، این انرژی خانیتون بود. دارم جمع میکنم کارت که آماده بشم برای گروه 2. ممنونم که با من تا اینجا همراه بودین. امیدوارم که تونسته باشم پیام رو به درستی براتون منتقل بکنم و هر جایی که هستین حالتون خوب و خوش باشه. یکی دوباره همون شد. خب دوست عزیزی که گروه دوم رو انتخاب کرده بودین، کارت خورشید، بریم ببینیم که پیام یونیورس، جهان هستی، راهنمایان روحی برای شما چه هست. 3 تا کارت تاروت میکشیم و بعد هم از کارت های اوراکل. پیام راهنمایان روحی گروه 2 برای گروه 2 چه هست. کوین آف کاپس ملکه جام. یک رو برعکس گرفته بودم چون ریورس ها رو نمیخونم. و 2 تا ملکه انرژی زنانه اینجا قوی، فارغ از جنسیتتون. و دوردش
محض احتیاط. از الان من فکر میکنم که شما دارید یک چرخه رو تکمیل میکنید با وجود کارت دورد. یک چیزی داره به انرژی کاملش، به بلوغش یا به پیکش میرسه براتون و اون فکر میکنم که هم هیلینگ و انرژی التیام بدن احساسیتون هست با وجود کارت ملکه جام، چون داره به احساسات ما اشاره میکنه و با بخش زنانه‌ای وجودمون و هم با قدرت جسمی یا بدنی چون انرژی چوب رو داره، یا حتی خلاقیت شما افزایش پیدا بکنه چون آب و آتش هر دو به انرژی الهامات و خلاقه، یعنی الهام که دوتاش اومد، الهامات انرژی آب رو دارن ولی خب چون هنر هم میتونه چیزی باشه که به ما الهام بشه و ما چنلش بکنیم، در کنار آتش که میتونه خلاقیت و هنر باشه همچین چیزی اشاره بکنه که از این طریق میتونی رشد کنی یا کارت دیده بشه یا نمایشگاه بذاری یا مستر بشی یا مدرک تو بگیری، یا اگه بخوای استارت بزنی شروع بکنی توش بتونی به یک احساس تکمیل شدن هم روحی و درونی برسی و هم از بیرون دیده بشی و بهبود سلامت جسمی و روحی هم که قطعا هست، چون آتش با قوای جسمی حتی نیروی جنسی ما در ارتباطه، حتی شعله روح ما، شعله آتشن دیگه، اینا خیلی اینجا قویه. و آشتی با بعد زنانتون، چه خانوم باشین چه آقا، چون انرژی زنانه یا مردانه رو همه ما تو وجودمون داریم، انگار شما با این بخش آشتی بکنی، بخش زنانت رو پس نزنی. خصوصا یه سری خانوما، ما به خاطر دیگه شرایطی که الان خانوما هم خیلی کار میکنن و تو جامعه و همش در حال بدو و پول در آوردنن، خیلی اون انرژی مردانه بیشتر میشه تو وجود ما تا انرژی زنانه، ناخواسته وارد اون فضا میشیم و شاید لازمه یه نگاهی بندازیم و آشتی پیدا کنیم، آشتی بدیم خودمونو. انرژی زنانه پذیرنده است. چشمک زد. پذیرنده است، کسی که زور نمیزنه چیزی رو به دست بیاره یا چیزی بشه یا کسی بخوادش توی محیطی قبولش بکنن، به خودش استراحت میده، همش توی حالت رقابت قرار نمیگیره، چون رقابت و مدام در عمل بودن و نمیدونم بدو کردن ها انرژی مردانه رو دارن. و چه آقا باشین چه خانوم، یکم دارین دعوت میشین به اینکه آروم بگیرین یا به چیزهایی که حالتون رو خوب میکنه یا رفتن کنار آب یا انجام دادن کارهای هنری میتونه حالتون رو خوب بکنه. این اوراکل فرشته است، ببینیم کدوم فرشته همراهتونه. و این هم اوراکل آرکتایپ هاست، توش ممکنه که فرشته ها باشن یا نمادهای الهه و خدایان مصر یا یونان باستان یا شخصیت های معنوی توی مکاتب معنوی که سریاشون شاید من نشناسم ولی روی ویژگی هایی که اون زیر نوشته شده دقت میکنم و پیام رو میگیرم. چشمک میزنه. خب بریم ببینیم که اینم از زیر داشت نشون میداد خودش. این فرشته میکائیل چون اینجا سوخته اینو کنار شم گذاشته بودم، شعله‌اش هم سوزوندش دیگه میشناسمش. خب اوراکل ستاره داریم که تیک بریک. وای دیدی گفتم داشتم اینا رو توضیح میدادم که استراحت کنید. میگه a life's work not a session. داره میگه زندگی اینه که مثلا یه کاری رو بخوای مرتب انجام بدی، نه اینکه یه مثلا فصل باشه که بخوای بدو بکنی که وای الان این فصل تموم بشه من میسوزم یا جا میمونم از جایی. get off the treadmill. داره میگه از اون تردمیلی که داری بدو میکنی یکم یا پایین شل کن، چیزی نیست. و پلدیس اگه درست بگم اینا یه گونه استار سیدی هستن یا بذر ستاره‌ای، دابل میشن. channeling and uplifting humanity. داره میگه که شما دو تا رسالت داری، رسالت دوگانه داری از این تناسخ و زندگی که انتخاب کردی، و چنلینگ یعنی که اون انرژی رو دریافت بکنی، بهت الهام بشه از طریق شهود درونت و از طریق اون چنلینگ ها کمک بکنی به بشریت که انرژیش بره بالا یا سطح انرژی کره زمین بره بالا. ارف ماجیک این برای گروه یکم اومده و خیلی جالبه. و کلا یه سری چیزاتون شبیه به گروه یکم هست. این میتونه نشون بده که انرژی کالکتیو یا خرد جمعی کلا به یک سمت خوبی داره میره. garden something lovely will grow from this. داره میگه چیز خیلی دوست داشتنی از این
رشد پیدا میکنه. حالا from this این بستگی داره که تو زندگی هر کدوم از شما چه کاری رو دارین شروع میکنین، به چه سمتی دارین میرین. میخوای چیزی یاد بگیری، میخوای پروژه‌ای رو استارت بزنی، محل زندگیتون میخوای عوض بکنی، یک زندگی جدید میخوای بسازی برای خودت، عادتی رو میخوای ترک بکنی، هر چی که هست داره میگه چیز دوست داشتنی از این میتونه رشد کنه. تایگر سلف تراست داره میگه که به خودت اعتماد داشته باش، به خودت، شهودت، غریزت، توانایی‌هات. اینر گایدنس باز همون شهوده. لیپس آف فیت باز همون ایمان و اعتقاد داشتنه به اینکه یونیورس پشتته. ویل پاور همون قدرت اراده است. پرسونال استرنث همون استقامت شخصی و درونیه. کلروینس فکر کنم چه کسایی که صدا اینا میشنون، بعضی هستن که مدیومشون بالاست یا حالا این استعداد اسپریچوال رو دارن، بعضی چیزایی میبینن، بعضی چیزایی میشنون. حالا متفاوت هر کسی اون شکلی که بدن ارتعاشیش ارتباط میگیره یا راهنمایان میتونن ارتباط بگیرن، ولی خیلی از شما شاید این مدلی باشین. هیلینگ حالا هم میتونه به التیام خودتون اشاره کنه یا قدرتی که میتونید باز هم در زمان نیاز خودتون رو التیام بدین یا دیگران رو کمک کنید. پشن هم که میشه اشتیاق. یا حالت شادو ساید آیزولیشن، تنها بودن، منزوی بودن. feeling misunderstood فکر کنید کسی شما رو نمیفهمه. انگر خشم. اگریشن هم که همون مثلا رو پرخو شدن رفتاری انجام بده. این هم باز برای گروه یک بود. بچه‌ها من دیدید که من شافل کردم، فکر کنم مرتبطه، یعنی به هر دو گروه جذب شده باشین، میخواین هر دوتا رو ببینید. cherubim look to the stars accept keys and codes of stellar wisdom داره میگه که به ستاره ها نگاه کن و اون کدها و کلیدهای حکمت ستاره رو دریافت کن. هر دو گروه شما قبیله عزیزم که اینو هر زمانی داری گوش میکنی در حال ارتعاش هستین، در حال بالا رفتن ارتعاشونه. 4 تا آرکتایپ براتون اومده. سرنونوس life force express your driving passion sensual and sexual powers are increased که ملکه چوبه. این نه اینکه این ملکه چوب باشه انرژیش منظورمه، چون آتیش میتونه به 3 تا چاکرای اولیه ما اشاره کنه، چاکرای خاجی، چاکرای ریشه و چاکرای خصوصا خورشیدی که اینا به اون نیروهای محرک و ابتدایی و اعتماد به نفس و قدرت اراده ما بستگی داره. و سرنونوس هم یک آرکتایپی که داره به همین اشاره میکنه که میگه که پشن، اون اشتیاق و شروع که داری رو نشون بده، اکسپرس کن، یعنی نشون بده، ابراز کن. مثلا انرژی شادو، انرژی سایه، بگو وای خود ببر انرژی ببر نشه که مثلا بخوای بری توی فضای تنهایی یا احساس بکنی کسی تو رو نمیفهمه، یا اگر تا الان کسی تو رو نمیفهمیده و دچار خشم فرو خورده شده باشی که چرا کسی نمیذاره اونجوری که خودم میخوام کارامو انجام بدم یا بروز بدم یا خلاقیتمو دستامو میبندن. مثلا میخوای یه کاری انجام بدی، کارفرماها مثلا میگن نه اونجوری که ما میخوایم، رئیس میگه نه، خانواده مثلا میخوای یه تیپی بزنی میگن نه این مدل آرش نه فلان نه، آدم احساس سرکوب شده مثلا بهش دست میده. این داره میگه که این انرژی میتونی آزاد کنی، این انرژی میتونه الان به هیلینگ برسه در کنار ملکه جام. نشون بده، خجالت نکشه و ابراز کن. حتی ببر هم انرژی آتیش رو داره. گرین تارا سوپریم پروتکشن داره به اون حفاظت انرژی دیگه، سوپریم دیگه خیلی دیگه عظیم و قدرتمنده اشاره میکنه، حفاظت قدرتمند. you are protected داره میگه که تو تحت حفاظتی. cords are being cut داره میگه که هر تناب انرژی که به تو متصله کات شده، خصوصا اگر که تمرین قطع تناب‌های انرژی میکردین یا حس میکردین که انرژی سنگین یا چشم زخم یا اینها دور و برتونه، این نشون دهنده از اینه که دارین حفاظت میشین و پاکسازی صورت میگیره یا مدیتیشناتون جواب داده، پاکسازیاتون جواب داده. میتونه حتی دعوتی هم باشه برای بعضی از شما که اگه این احساسات رو دارین پاکسازی کنید، چون اینجا انرژی زمین هم هست. ما در زمین برین به طبیعت، پا برهنه رو خاک راه برین، با گل و گیاه و درخت‌ها ارتباط بگیرین، درخت‌ها رو بغل کنین، چیزی بکارین، اسماج دود بکنین. اسماج عنصر هواه ولی به هر حال، یا با نمک طبیعی دوش آب نمک بگیرین یا نمک رو اینجوری به کف دستتون اینجوری کنید، مثلا توی دستشویی بذارید بره. یا چیزی که به همه میگم اینه که مثلا توی این بطری‌هایی که الکل و اینا میریزن که خالیشو میفروشن، توش محلول آب و نمک داشته باشین کوچولو همیشه همراهتون، که اگه جایی بودین شلوغ بود نمیتونین سری برسین خونه پاکسازی کنین و طرف مجبور شدین تاچش کنین و باش دست بدین و حس و حال بدی داشت، اون اینجوری میزنید
کف دستتون، یا حالا اسپری میکنید اینجوری از بالا، من برعکس میگیرم که بریزه پایین، اینو دوش بشه، مهپاش بشه و انرژی رو تمیز کنه. ولی خب این خیلی نشونه خوب و قویه. و اوه ایزیس ماجیک منیفستینگ، من خیلی خوشم میاد از این الهه مصریه. البته الهه جادو مادو بوده، ولی خب یعنی چیز منفی من این آدم رو نمیبینم. کلا کارت اوراکل چیز منفی نشون نمیدن، سازندهاش هیچ آرکتایپ یا نیروی منفی رو نمیان تصویر سازی بکنن که انرژیش بخواد چنل بشه، چون بعضیا میترسن از اینا. اینو محض احتیاط گفتم. ماجیک منیفستینگ داره میگه که اون قدرت جادویی جذب کردن و محقق کردن خواسته هات رو توی دنیای فیزیکی داری. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. داره میگه رویاهای تو، تصویرسازی های تو، اهداف تو داره به واقعیت میرسه. همجوری متمرکز بمون، برو جلو. فرشته میکائیل عشق جیگر هم که اینجا هست دیگه، چیزی نیست که جا مونده باشه. داره میگه trust in heaven، داره میگه که به بهشت اصطلاحاً یا همون ابعاد برتر یا انرژی برتر اعتماد داشته باش که هوای تو رو دارن. داره میگه you are safe، تو تحت، تو امنی. angels stand close، فرشته ها نزدیک تو هستن. surrender your concerns and allow a miracle to occur، داره میگه که اون ترس و اینا تو رها کن و اجازه بده تا معجزات اتفاق بیفته. چیزی که توجه من جلب کرد که بعضی از شما شاید میترسین که اینجا همینجا داره به پروتکشن و حفاظت اشاره میکنه که نمیدونم تناب های انرژی کات شده تحت حفاظتی. هم اینجا فرشته میکنه خیلی فرشته قوی هست، بسیار بسیار فرشته قدرتمندیه. برای حفاظت میتونید باش ارتباط بگیرید هر زمان که نگران خودتون یا کسی از نزدیکاتون یا اعضای خانواده بودین، یا نگران حیوانی بودین توی طبیعت، اگه دیدین نیاز به کمک داره، یا کسی میخواست بره سفر، میخواستین تحت حفاظت باشه، میتونید به فرشته میکائیل بسپرینش. یا هر زمان فکر کردین میترسین یا موقع خواب یا بیداری، یا مثلا من هر موقع میخوام انرژی خانی کنم قبلش کانکت میشم باش و میگم که منو توی کوب انرژی محافظت شده قرار بده، تا فقط چنلی که اون چیزی که چنل میشه یا وارد میشه به ذهن من از منبعی باشه که منبع عشق الهی و نوری باشه. یعنی یک حباب انرژی درست میکنه و احساس آرامش میده. پس اینجا تغییرات حفاظت برای شما هست، قویاً هم هست، حفاظت قوی دارین. میتونین حالا با این 2 نفر ارتباط برقرار بکنین و انرژی، میگم اون قدرت درونی، اشتیاق درونی، خصوصا چاکرای اولیتون خیلی اینجا قوی هستش. استفاده بکنید ازش. این میتونه شما رو به یک تکمیل برسونه. یک چرخه رو دارید کامل میکنید و دارید وارد بعد برتر میشید با ورود این کارتی اومده که داره به حکمت ستاره و کدها اشاره میکنه و اینکه شما یک استار سید هستید. میتونید پلدین ها رو برید سرچ بکنید یا از چت جی پی تی بپرسید که چه هست پیامشون یا نشانه هاشون. لازمه که یک مقدار آروم بگیرین، وارد انرژی پذیرنده زنانه درونتون بشین تو هر جنسیتی که هستین. شما یکی از استعدادهای معنوی و اسپریچوالی که دارین جذب کردن هست، قانون جذبه. پس به جای اینکه روی ترس هاتون بخواین تمرکز داشته باشین یا اینکه اتفاق بدی براتون بیفته، روی چیزهایی که دوست دارین اتفاق بیفته تمرکز داشته باشین. و اگر چیزی هستش که دارین جذبش میکنید یا ویژن داشتید یا شاید دارید دعوت میشید که برای اون چیزی که دوست دارین یک ویژن بورد درست بکنید، تصویر سازی کنید، عکساشو پرینت بگیرید و بزنید، میتونه جذب بشه و یک چیز قشنگی ازش بیاد بیرون. کارت ها خیلی خوبن، خیلی قوی و قدرتمند بودن. عنصر آتش خیلی اینجا قوی اومده، حتی این کارت هم زرده، نه شاید این رنگا رو ارتباط بگیرین یا پوشیدنشون مثلا بتونن انرژی کمی روی حاله شما اثر مثبت بذاره. بسیار بسیار تحت حفاظت هستین، خیالتون راحت باشه، نگران نباشین. خودتون یا عزیزانتون قدرت خلاقه قوی دارین، قدرت التیام دهندگی قوی دارین، چه برای خودتون چه برای اطرافیانتون. این رو دست کم نگیرین، هر دو اینها تکرار شده. در واقع این کارت ببر که اومده ترکیب این دوتاست، هیلینگ، انرژی ملکه جامه، یا مثلا ویل پاور یا هر چیز دیگه که اینجا اومده، یا پشن و اینها انرژی ملکه چوبه. شما میتونید بدرخشید و دیده بشید. ترکیب آب و آتش این انرژی آرامش و درونگرایی، انرژی بیرون رفتن و برونگراییه. در کنار هم به تعادل رسوندن این دوتاست که شما رو تکمیل میکنه، دورد میشین. هر وقت لازمه آروم باش، هر وقت لازمه به جاش برونگرا باش و بریز بیرون. نه منزوی شو بری توی انرژی سایه، نه بیش از اندازه روی تردمیل باش که بخوای بدوی. این دوتا رو به یک نقطه وسط برسون، تشخیص بده که این وقت اقدامه،
کی وقت استراحته و در این صورت همه چیز توی اون نقطه تعادلش قرار میگیره که هم حس و حال بهتری داری، هم بدنت احساس بهتری داره، هم انگیزه بیشتری تو این استراحت پیدا میکنی که جلوتر بری و شارژ میشه انرژی. و این چیزی بود که اینجا نشون داده شده دوستای عزیزم. امیدوارم که پیامتون رو گرفته باشید و تونسته باشم که راهنمایی هایی رو براتون منتقل بکنم. تا ویدئوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.